بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی، ان شاء الله موضوع امروزه ما درباره یکی از دستورهایی که جناب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خطاب به پدر و مادر برای تربیت فرزندشان میفرمایند خواهد بود. و این دستور پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث گوهربارشان وارد شده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند: عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 وفرقوا بینهم فی المضاجع. در این حدیث گوهربار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به ما چنین میفرماید به پدر و مادر که وقت فرزند شما به 7 قدم می نهد، به 7 سالگی می رسد، شما آنها را امر به نماز کنید و اگر به 10 سالگی رسید آنها را ضرب کنید که نماز گذارند. و این ضربی که در این حدیث آمده نه به معنای شکنجه کردن است، بلکه به معنای تعلیم و ادب دادن فرزند. و این چنین در این سال جایگاه خواب آنها را جدا نمایید. دوستان گرامی، ببینیم که علما درباره این حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شرح ها نوشتند. امام ابن قیم رحمه الله میفرماید که در این حدیث گوهربار از جانب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای پدر و مادر 3 امر است. یکم این که در 7 سالگی آنها را باید امر به نماز کنند. دومش این است که در 10 سالگی اگر نماز برپا نکرد آنها را تعلیم و تربیت کنند، ضرب نمایند، ضربی که برای تعلیم باشد، برای تربیت باشد. و این چنین جایگاه خواب آنها را از یکدیگر جدا کنند تا اینکه کودک از این سالها برای خود این علم را کسب کند تا داند که مبادا در کار حرام نزدیک نشود. دوستان گرامی، دیگر از علما خاصتا مولا علی قاری درباره کلمه اولی که در این حدیث آمده که مروا اولادکم بالصلاة، شما امر نمایید فرزندانتان را به نماز، چنین میفرماید که این خاص پسر بچه ها نیست، بلکه برای هر فرزند، چه دختر است چه پسر است، ضروری است که پدر و مادر وقتی که به 7 سالگی میرسند امر به نمازشان کنند. و دیگر نازکی که در این دیگر نقطه‌ای که در این حدیث گوهربار هست، علما بر اینند که امری که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم کردند که شما آنها را امر به نماز کنید، تنها به نماز نیست، بلکه هر یک آداب و اخلاقی که در اسلام است، دور بودن از شراب نوشی، دور بودن از غیبت، دور بودن از دروغ گفتن، ضروری است که پدر و مادر برای فرزندانشان از خورده، یعنی از 7 سالگی شروع به دعوت کنند. دیگر حکمتی که در این حدیث است، ببینیم که در این حدیث آمده که در 7 سالگی آنها را امر به نماز کنید تا به سن 10 رسیدنشان، یعنی 3 سال پدر و مادر برایشان ضروری است که با نرمی فرزندان خود را دعوت نمایند، به نماز امر کنند، به کارهای شرعی، به آداب و به اخلاق و احترام برای کلانان دعوت کنند. و بعد از اون که تا 3 سال دعوت میکنند که نتیجه نشد، در 10 سالگی کمی جدی تر گیرند. خاصتا در این روزها ما میبینیم که خیلی از نفران از کشور در مهاجرت کاری قرار دارند و در بعضی دولت‌هایی که غیر مسلمانی اند، در اونجا تعلیم و تربیت فرزند خیلی دشوار است. یعنی وظیفه پدر و مادر دوچند میگردد و اگر هر پدر و مادری که خواهد که سعادتمندی این دنیا را و قیامت را، آخرت را به دست آورد، حتما از این تعلیم پیامبر صلی الله علیه و سلم، از این مکتب محمدی، از این دستوری که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دادن، باید از این خود بیاموزد و به دیگران بیاموزاند و فرزندان خود خاصتا. و ببینیم این آیت کریمه که الله مهربان میفرماید: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای کسانی که ایمان آورده اید خود و فرزندان خود را از آتش دوزخ نجات دهید. و این آیت کریمه خیلی با این حدیث معناهایشون زیچ است، یعنی در هر دو، هم حدیث و هم آیت، در این آیت و در این حدیث وظیفه پدر و مادر را بیان میکند که پدر و مادر باید هم خود را هم فرزندان را از آتش دوزخ نجات دهد، یعنی آنها را دعوت به سوی نماز، دعوت به سوی امرهای دینی، دعوت به سوی امرهای شریعت نماید. و این چنین حدیث ببینیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دستور دادند که کودک را از این خورده از 7 سالگی شروع به دعوت نمایید. وقتی که 10 ساله میشوند کمی سختگیر باشید که بر نماز قائم شوند.
و جایگاه خوب آنها را از یکدیگر جدا نمایید. دیگر فایده و نقطه هایی که در این حدیث گوهربار است، ما می‌بینیم که بسیار در این روزگار فرزندان ما دارند از دست می‌روند، از تعلیم و از تربیت دینی و اخلاقی دارند دور می‌شوند. پس برای هر یک پدر و مادر ضروری است که این حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را دستورالعمل خود بگیرند و برای فرزندها نصیحتگر باشند. و اگر هر نفری که توانست در این 7 سالگی تا 10 سالگی فرزند خود را تربیت کرد، ان شاء الله که هم دنیاش آباد می شود و هم قیامتش آباد می شود. حکیم سعدی شیرازی نزدیک به این آیتی که قرائت کردیم و حدیثی که ارائه فرمودیم چند بیت های دارد که می فرماید: پسر چون زده برگذشتش سنین، زنا محرمان گو فراتر نشین. وقتی که فرزند به 10 سالگی می رسد باید که برون ما درس بیاموزیم، تعلیم دهیم که از نامحرم ها دورتر باشد. و می فرماید حکیم سعدی شیرازی که چو خواهی که نامت بماند بجای، پسر را خردمندی آموز و رای. اگر ما خواهیم که نام ما باقی ماند و دنیا و قیامت ما آباد شود و حتی بعد از مرگ اگر هر شخصی که فرزند صالح از خود باقی میگذارد ثوابش را بعد از مرگ هم در مییابد. وقتی میگوید حکیم سعدی که اگر میخواهی آبرومند این دنیا و قیامت برای خود کسب نمایی، پس برای فرزند این تعلیم و تربیت ایمانی را حتما بیاموز. و جای دیگر میگوید که گر عقل و رایش نباشد بس، بمیری و از تو نماند کسی. اگر رفت یک پدر و مادر یک فرزند زشت در جامعه بعد خود گذاشت، اگر بعد از مرگش هم براش میشود گفت که گناه میرود. هر اشتباه و گناه و بدبختی که فرزند انجام میدهد گناهش قسم به پدر و مادر هم میرود. جای دیگر میفرماید که نگه دار ز آمیزگار بدش، که بدبخت و بیره کند چون خودش. فرزندها را حتما کوشش کنید که با یک دوستان خوب دوست شوند و اگر با یک نفرانی که بدآموزند و تربیت خوب ندارند، از دین دورند، آنها که یکجا شدن حتما که این فرزند را از دست خواهید داد. و در آخر گفتنی هستم که برای هر یک پدر و مادری که در غربت قرار دارد و خاصتا در کشورهایی که مسلمان نشین نیستند، خیلی تربیت مشکل تر است و وظیفه پدر و مادر بیشتر می شود. باید اهمیت را بیشتر دهیم، زیرا همان چوبی که اگر تر است در خورده می توان اون را راست کرد. وقتی که عمرش به جای رسید از 10 بالا شد 14 و 15 دیگر برای مشکل می شود که تربیت داد. از این ساعت که حالا وقت خوبی است ما باید کوشش کنیم که فرزندان خود را به راه راست، به نماز، به روزه، به امرهای دینی دعوت نماییم تا سعادتمندی این دنیا و آخرت را دریابیم. جای دیگر هم گفتیم که سعدی زیبا می‌فرماید که به نیک و بدش وعده و بیم کن. اگر فرزند کار خوب میکند برایش یگان مکافات داده شود و اگر کار بد میشود حتما برایش تعلیم و ادب آموختن لازم میباید. و در آخر برای مردمان مظلومی که در غزه امروز از جانب این صهیونیستان به شهادت میرسند دعا کنیم که خداوند هر چه زودتر این ظلم و این ستم را از این سرزمین برداشته گرداند و اهل غزه را خداوند پیروزی را نصیبشان گرداند. والحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.